گریه‌های زارزار سیتا قاسمی، اما به خاطر چی؟ آیا با واقعیت سیتا قاسمی در کشور دبی ازدواج دوم کرده است؟ دلیل دوری سیتا قاسمی از هنر موسیقی چی بوده است؟ و رابطه جنجالی سیتا قاسمی با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سیتا قاسمی، هنرمند خوش صدای افغانستان، یکی از هنرمندان عاشقانه خوان و محبوب دلها است که بیشتر اوقات آهنگ‌های عاشقانه دوست دارد بسراید. سیتا قاسمی کارهای هنری خود را با سرودن آهنگ دوگانه با ولی جازی آغاز کرد. سیتا قاسمی 44 سال سن دارد. وی در سن 16 سالگی ازدواج کرد، اما به دلیل مشکلات در زندگی شخصیش وی از ازدواج اولش منصرف شد و شوهر اولش طلاق گرفته است. سیتا قاسمی در اصل از ولایت شبرغان بوده است ولی بزرگ شده کابل. کارهای هنری سیتا قاسمی از سال 2008 میلادی آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. سیتا قاسمی دوست دارد شعر بسراید. شعرهای سیتا قاسمی هم عاشقانه و گاه میهنی می باشد. آهنگ مستم از سیتا قاسمی را به اوج شهرت هنری رساند. جدیداً تصاویر سیتا قاسمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی گریه‌های جانسوزی کرده است. ولی تاکنون سیتا قاسمی درباره این که چرا وی گریه کرده است در صفحات مجازی ابراز نظر نکرده است، ولی بگومگوهای فراوانی وجود دارد که وی با یک مرد عربی در رابطه عاشقانه است و قرار است تا چند روز دیگر وی ازدواج کند. من آرزوی خوشبختی و سعادت و سلامت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر امیتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.